سلام بچه، چطور؟ خوش اومدین به یک ویدیو یوتیوب دیگه با من هانی چنل. توی این ویدیو قراره به سوالاتتون راجع به گیم لاو اند دیپ اسپیس جواب بدم. از اونجایی که پارت اولش خیلی استقبال شد، تقریبا 941 نفر ویدیومو دیدم و من اعتقاد که excuse me و واقعا اصلا باور نمیشه که 941 نفر بیان ویدیو من ببینن. خیلی ممنونم که حمایت کردین و قرار محتوای چنل هم لاو اند دیپ اسپیس باشه با گنشین امپکت. این دوتا باشه که دیگه دوست داشته باشین. یادتونه که این ویدیو رو لایک کن، چنل هم سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن چرا که شما نفر اولی باشه که این ویدیو رو میبینه و اینکه اینستاگرام و تیک تاک هم یادت فالو کنی که با اینکه خیلی بهم کمک میکنی. آره خانمم. پس بزن بریم سراغ ویدیو. Let's go. میرسیم به اولین سوال. نوشته من دانلود کردم ولی بالا نمیاد. ببین وقتی که میخوای لاو اند دیپ اسپیس رو باز کنی نیاز به اسم الکترو که براتون میذارمش. این اپ خیلی کلا اپ خیلی خوبیه برای گیمایی که فیلترن و خب الکترو وی پی ان خیلی خوبه و میتونید دانلود کنی و راحت پلی بدی. بریم سراغ سال بعدی. اگه نوشته میشه یه ویدیو بذاری کامل بخشای مختلف بازی رو توضیح بدی. من زیاد گیم بازی نمی کنم، واسم سخته و گیج شدم. حتما یه ویدیو راجع به این موضوع درست میکنم و براتون آپلود میکنم که دیگه متوجه این گیم بشین و راحت‌تر پلی بدی. من نمیتونم دانلودش کنم. این سوالیه که زینب جان ازم پرسیده. ببین زینب، شما تنها کاری که باید بکنی اینه که وی پی ان تو روشن میکنی، میری توی گوگل پلی سرچ میکنی لاو اند دیپ اسپیس. حالا اگرم نتونستی سرچ کنی که من حتما برات لینک این اپو تو دیسکریپشن میذارم. امیدوارم که یوتیوب به من این اجازه رو بده، چون میخواستم لینک پیج اینستاگرام و تیک تاک هم بذارم نشد، ولی خب امیدوارم که بتونم میدونین چیه، بتونم براتون لینکشو بذارم و نصب کنین و راحت پلی بدین. خب یکی نوشته ویدیوهات واقعا خوب هستن. میشه بگی چرا تو بعضی گوشی ها ناسازگاره؟ الان تو گوشی 12 ناسازگار نیست ولی تو گوشی A13 یا A14 ناسازگاره. میشه ویدیو بذاری در موردش توضیح بدی لطفا؟ ببین کلا گوشی‌های مثل A14 و اینا به خاطر اینکه سخت افزارشون ضعیفه، به خاطر همین یه سری گیم‌ها رو نمیتونه بالا بیاره. یکیش هم لاو اند دیپ اسپیس. ترجیحاً اگه مثلا شیائومی دارید و اینا ردمی نوت 90 بهتون کمک میکنه، یا مثلا سامسونگ سری مثلا A25 به بعد و اینا، سری A20 ببخشید، سری A20 به بعد فکر کنم، چون اینا سخت افزارشون یه خورده بالاتره و راحت‌تر میتونی گیم رو پلی بدی. و آره بریم سوال بعدی. چون من دانلود کردم، حتی تو خود برنامه هم دانلود داشت انجام دادم، ولی الان چجوری میتونم پلی بدم؟ راژتور. ببین وقتی که الکترو روشن کردی و رفتی تو لاو اند دیپ اسپیس، یه دایره میچرخه و سرور آسیا برات انتخاب میشه که یه اکانت هم میسازی، همونطور ایمیل پسوردش رو وارد میکنی. حالا اگه بازم از طریق این ویدیو متوجه نشدی، حتما بعد یه ویدیو جداگونه درست میکنم و برای کسایی که این مشکل دارن ببخشید یه ویدیو جداگونه درست میکنم، بهتون کمک میکنم که چجوری وارد گیم لاو اند دیپ اسپیس شید و بازی کنید. بریم سراغ سوال بعدی. خدا شکرت یک بالاخره این گیم رو بازی میکنه. تو خدا دوباره بذار. حتما بچه‌ها از هفته دیگه بساط لاو اند دیپ اسپیس به راهه دیگه، ویدیوهاشو براتون میذارم. پارت جدید داریم، منتظرش باشین، خیلی زیاد. خب سوال دیگه نوشته احوالت هانی چند؟ مرسی، شما خوبی؟ میخواستم یه سوال بپرسم. من یه مشکلی توی خرید پک دارم، اونم اینه که قیمت پک رو برام نمیاره. میتونم ازت بپرسم قیمت بلیزینگ لایت پک الان چند دلاره و چطور میتونم مشکلش رو حل کنم؟ ببین منم قیمت پک ها برام نمیاره، یعنی فکر میکنم که این یه باگ باشه. حالا بازم من میرم چک میکنم.
اگه بود بهت حتما میگم. چطوری وارد بازی بشم؟ برای من یه متنی آورد، زدم تو ترجمه، گفته حافظه گوشیت رو خالی کن. بچه‌ها لاوندی پسپیس فکر نکنم حافظش خیلی زیاد باشه. کلا اگه گوشی شما از یعنی حافظش 128 گیگ باشه یا حتی تا مثلا 256 گیگ باشه، لاوندی پسپیس براتون بالا میاره. میگم حافظه خیلی کمی داره، فقط 5 گیگه و فکر نکنم خیلی مثلا اونطوری حجمی بگیره که باعث شه مثلا نتونه لاوندی پسپیس رو باید بیاره. دانلود تو برنامه هم انجام دادم و چطوری بر استارتش رو بزنم، همش رو تیتراژه. میگم که کلا قبل از اینکه لاوندی پسپیس رو باز کنی حتما الکترو رو روشن کن و بذار کامل دیتایی که میخواد دانلود بشه و وقتی دانلود شد دایره میچرخه و اون سروری که توش هستی و اکانتی که ساختی و بعد میاره. الان میشه بگی مدل گوشی چیه که این بازی روش اجرا میشه؟ اول اینکه من اینو بهتون بگم، من با گوشی مامانم وارد این بازی شدم و گوشی مامانم شیائومی ردمی نوت 90 اگه اشتباه نکنم. خیلی گوشی خوبیه و راحت‌تر مثلا میتونی باش لاوندی پسپیس رو پلی بدی. سلام، ویدیوهات عالیه. اولین ایرانی هستی این بازی رو انجام میده. خواهش میکنم. یه خواهشی ازت دارم، لطفاً فایت 9 رو بازی کن و ویدیو بگیر و آپلود کن. واقعا سخته، من توش گیر کردم. حتما اگه بتونم که براتون ویدیو میگیرم و میذارم، چرا که نه. موچ. ببخشید یه سوال داشتم، چطوری میشه مستر بینی رو شکست بدم؟ همون کرکتر گوگولی که سکه داره. تو قسمت دوم گیر کردم. یه سوال دیگه، اگه جای گیر کردم میتونم ازتون کمک بگیرم؟ در جواب سوال اول بعد بگم که من فکر کنم تا 4 رفتم، لول همین اینشونو که میگی، تا لول 4 رفتم، تو 5ش گیر کردم و اینم بهت بگم که کلا باید سعی کنی کارتایی که از هر کرکتر داری رو لول اپ کنی و حتما به اون مثلا قبل از اینکه بخوای وارد اون فایت بشی بهت میگه که اون کارتی که شما داری انتخاب میکنی لولش چنده و بهت ریکامند میکنه که از کارتی که استفاده میکنی مثلا توی این کوست مثلا کارتا یا سبز یا نارنجی و تو کارتایی که سبزه داره استفاده میکنی و حتما لولش فکر کنم باید بالای 35 اینا باشه، حالا یا 25 یا 35 خودشون کارت بالایی نشون میده. و اینکه در جواب سوال دوم اینه که یه سوال دیگه، اگه جایگیری کردم میتونم ازتون کمک بگیرم؟ حتما، چرا که نه. من همیشه پاسخگوام، بهتون جواب میدم و حتما اگه بتونم کمک میکنم. موچ دیگه. تو رو خدا جواب بدین، تو رو خدا جواب منو بدین. سایلس درسته یا سیلوس؟ ببین تلفظشو، یعنی خودت حتی توی اون کوستی که میری دقت کنی خود اون دختره میاد میگه سایلس، خب هیچ وقت نمیگه سیلوس، میگه سایلس. یکی اومده نوشته هنوز ویدیو رو کامل ندیدم ولی خب یه اسم میگه از وقت اینتروی ورود سایلس به بازی اومده تو طرفدار شدی و با این گیم آشنا شدی. نه ببین فدات شم، من قبلا این گیم رو داشتم، یعنی قبل از اینکه سایلس بیاد من با زین و رافائل پلی میدادم و وقتی که سایلس اومد ببین یک دل نصد عاشق سایلس شدم و الان با یه اکانت جدید دارم دوباره گیم رو شروع میکنم و چجور بهت بگم یه با این دوتا کرکتر پلی میدم. واقعا انتخاب سخته، فکر کن 4 تا کراش، 4 تا جذاب، 4 تا داف میبینی و انتخاب سخته و الان انتخاب من شده سایلس و زین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره لایک کنین، چنلم سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنید. بعد اینکه خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و همیشه حمایتم میکنین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.